پرسی فاست، کاشف نامدار، آخرین بار در سال 1925 در اعماق جنگل آمازون دیده شد. اون در 8مین اکتشاف خودش در آمازون به دنبال یافتن بقایای یک شهر گم شده بود که اون رو زی نامیده بودن. این ایده بر اساس شایعاتی بود که قرنها منتشر شده بود. شایعاتی که میگفتند زمانی شهرهای بزرگ و پر جمعیتی در اعماق آمازون وجود داشتند. اما فاسد هرگز موفق به یافتن شهر زی یا هیچ شهر دیگه‌ای نشد. برای دهه‌ها پس از ناپدید شدنش، کارشناسان معتقد بودند که جنگل‌های بارانی برای رشد شهرهای متمدن به شدت نامناسبند. تا همین اواخر دانشمندان شروع به کشف نشانه‌هایی کردند که خلاف این باور رو ثابت می‌کرد. اونها دریافتند که خندق‌ها و تپه‌هایی که در سراسر جنگل بارانی وجود دارند ساخته دست بشرن. اکنون باستانشناسان بر این باورند که بالاخره تونستن به پاسخ یکی از بزرگترین رازهای باستانی دست پیدا کنند. شهرهای گمشده آمازون کجان؟ گامالوپ، دنیای دانستنی. Aquí estaba la capital del imperio inca, Cusco. Muchas magníficas murallas construidas por los antiguos habitantes siglos antes de la llegada de los españoles, aún se mantienen en pie. در قرن 16 استعمارگران اروپایی به آمریکای مرکزی و جنوبی هجوم آوردند و با خودشون سربازان، بیماری‌ها و نقشه‌هایی برای فتح این مناطق رو آوردند. اونها با گروه‌های بزرگی از مردم بومی مواجه شدند که برخی از اونها مدت‌ها پیش شهرهای بزرگی رو ساخته بودند. از جمله این شهرها تنوچتیتلان بود که توسط مردم مکزیک در حدود سال 1325 میلادی تأسیس شد و کوسکو که توسط اینکاها در حدود سال 1200 میلادی بنا شد. این شهرها با سنگ ساخته شده بودند و دارای جاده‌ها و محله‌های خوشنقشه‌ای بودند. اروپایی‌ها موفق شدند این دو شهر را تصرف کنند. در اواخر قرن 16 شایعاتی درباره شهر دیگه شنیده شد. جایی که گفته میشد خداوند بزرگ همیشه در گرد و غبار طلا میچرخه و در شب اون رو میشنیدند. این شایعات در نهایت به افسانه الدورادو تبدیل شد. شهری ساخته شده از طلا و پنهان در جنگل‌های آمازون. این شهرهای شگفت‌انگیز باعث شدند تا افسانه شهر طلا باورپذیر به نظر برسه. بسیاری از اروپایی‌ها به جستجوی الدورادو رفتند، اما همگی ناکام موندند و بسیاری از اونها بر اثر گرسنگی و بیماری جونشون رو از دست دادند. هیچ کس نتونست شهر طلا رو پیدا کنه، اما نشونه‌هایی ثبت شد که احتمال وجود شهری دیگر رو نشون داد. کاوشگران اسپانیایی ادعا کردند که شهرهایی رو دیدند که در سفیدی می درخشند و مقادیر زیادی ذرت و جوید و سر دارند. این شهرها وسعتی نامتناسب داشتند و دارای بت‌های طلا و ثروت‌های دیگه بودند. اونها از بزرگی این شهرها شگفت زده شده بودند. این کاوش‌ها حدود 200 سال ادامه پیدا کردند. اما در قرن 19 افسانه الدورادو به عنوان یک افسانه محض رد شد. تا اوایل قرن 20 این گزارش‌ها الهام بخش یک کاشف بریتانیایی برای جستجو شدند. به مدت 2 دهه فاسد آمازون رو به دنبال بقایای یک شهر باستانی کاوش کرد با تمرکز بر 2 منطقه: آمازون غربی در بولیوی و آمازون جنوبی در برزیل. با این حال اون نتونست هیچ یک از بقایایی که اروپاییان گذشته توصیف کرده بودند رو پیدا کنه. اون در حین جستجو با بومیان منطقه ملاقات کرد و در نامه‌های خودش اونها رو به عنوان مردمانی که در گروه‌های کوچک و روستایی ساده زندگی می‌کردند توصیف کرد. اون هیچ نشونه‌ای از ویرانه‌های بناهای سنگی پیدا نکرد.
این گزارش‌ها تأییدی بود بر نظر بسیاری از کارشناسان که جنگل‌های بارانی برای حمایت از جوامع بزرگ و پیچیده مناسب نیستند، چه برسه به ایجاد شهرها. تحقیقات مدرن نشون میده که در گذشته تنها چند صد هزار نفر در کل جنگل‌های بارانی آمازون زندگی می‌کردند. تئوری‌های نجات پرستانه‌ای هم وجود دارند که بومیان این مناطق رو برای ساختن چنین شهرهایی بسیار ساده‌لوح می‌دونن و یه عده به خاک نابارور آمازون اشاره می‌کنند که به نظر میرسه برای کشاورزی در مقیاس بزرگ مناسب نیست. اما فاسد به عقیده خودش مصمم بود که شهرهایی در این مناطق وجود داره و در آخرین نامش به همسرش نوشت نباید هیچگاه از شکست خود بترسی. اون پس از ارسال این نامه از اردوگاه خودش خارج شد و دیگه دیده نشد. اما در دهه 1960 دانشمندان متوجه شدند که در قسمتی از آمازون خندق‌هایی وجود دارند که خاک بسیار حاصلخیزی دارند و در کنار این خندق‌ها رودخانه‌های متعددی یافت شده. در دهه 1990 تیمی از باستانشناسان به سرپرستی دکتر مایکل از دانشگاه فلوریدا شواهدی مبنی بر امکان کشاورزی در مقیاس بزرگ در آمازون پیدا کردند. هکنبرگ کشف قابل توجهی انجام داد و با کمک بومیان محلی نشون داد که این خندق‌ها نشونه ای از یک سکونتگاه بزرگ هستند. اونها بقایای دیوارهایی بودند که با دقت طراحی شده و اطراف یک میدان قرار داشتند. گاهی هم جاده‌هایی بودند که به سکونتگاه‌های بیشتری منتهی می‌شدند. در واقع فقط این قسمت از آمازون تقریباً به اندازه استان مازندرانه. زمانی این منطقه شبکه‌ای با بیش از 10 سکونتگاه بود که بین سالهای 1250 تا 1650 میلادی هر سکونتگاه حدود 50,000 نفر رو در خودش جا داده بود. این سکونتگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که بیشترین بهره رو از جنگل ببرند بدون اینکه اون رو خالی کنند. مناطق مشخص شده‌ای برای باغ‌ها وجود داشت و در بین این سکونتگاه‌ها مناطق عمیق جنگلی برای نگهداری حیوانات و گیاهان دارویی استفاده می‌شد. اینها شهرهای گمشده آمازون بودند و تعداد زیاد دیگه‌ای از این مدل شهرها هم در سراسر آمازون توسط دانشمندان کشف شدند. شبکه‌ای از این شهرها به سالهای 200 تا 1200 میلادی برمیگرده. هر کدوم از این شهرها میتونستن 60,000 نفر رو پشتیبانی کنند که این تعداد بسیار بیشتر از شهرهای اروپایی در اون زمان بود. در بولیوی دانشمندان اخیراً با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ماهواره‌ای بقایای ساختمان‌های یو شکل رو در بالای اهرام به ارتفاع 22 متر کشف کردند. این اکتشافات کارشناسان رو به ایجاد یک اجماع جدید سوق داده که شهرهای گمشده آمازون زمانی خونه میلیون‌ها نفر بوده. فاسد نتونست جمعیت زیادی از مردم بومی رو پیدا کنه، چرا که تخمین میزنن که 80 تا 95% از اونها به علت آبله و سرخک که اولین استعمارگران در قرن 16 و 17 وارد کردند جون خودشون رو از دست دادند. اون همچنین خرابه‌های سنگی رو پیدا نکرد، چون برخلاف کوسکو و تنوشتیتلان مردم بومی آمازون با چوب و خاک ساخت و ساز می‌کردند که به مرور زمان تجزیه می‌شد. اونچه باقی موند آمازونی پر از پوشش گیاهی متراکم و پهنه‌هایی از خاک نابارور بود که به نظر می‌رسید توسط انسان دست نخورده باشند. در حالی که در واقع انسان‌ها قرن‌ها اونها رو مهندسی کرده بودند. این شهرهای گم شده نشون می‌دادند که چگونه انسان‌ها و جنگل‌های بارانی زمانی در کنار همدیگه زندگی می‌کردند. رابطه‌ای که ما تازه درک کردیم.